به نام خدا. بسیار خوب. جلسه اول آموزش ما هست. در ابتدا نرم افزار سالید ورک رو با هم دیگه بررسی میکنیم که اصلا این نرم افزار چی هست، چه کارهایی داره، و بعد از اون هم با پروژه انجین V6 آشنا میشیم که مربوط به نوار ابزار فیچر هست و با مباحث مطرح شده در دوره آشنا میشیم. خدمتتون عرض میکنم که به چه صورت هست و شیوه تدریس بهتون میگم که به چه صورت هست. در ابتدا نرم افزار سالید ورک رو من یک توضیح خدمتتون عرض بکنم. همون جوری که در فایل دمو مشاهده کردید، این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی قطعات هست. البته امروزه این نرم افزار خیلی قدرتمندتر از نرم افزارهای دیگه هست، چون هر آپدیتی که میاد، آپدیت این نرم افزار میاد، یکی از مشکلات نرم افزارهای دیگه رو میاد حل میکنه، یکی از اون مشکلات رو میاد رفعش میکنه. فرضاً اگر با کتیا کار کرده باشید برای پترن کردن، حالا پترن هم داخل دوره بهتون آموزش میدم که چی هست، برای پترن کردن خیلی مشکل است داخل نرم افزار کتیا که از پترن استفاده بکنید و بیاید یک چیزی رو پترنش بکنید. پترن فرضاً یک دایره رو شما میخواید به تعداد مساوی و با فاصله مساوی بیاید روی یک دایره بیاید ایجاد بکنید. مثلا 8 دایره رو بخواید روی یک دایره بیاید ایجادش بکنید. این راجع به این و اینکه محیط گرافیکی که این نرم افزار داره خیلی بالاتر از نرم افزار کتیا و نرم افزارهای دیگه هستش. و این نرم افزار همچنین قابلیت ارتباط برقرار کردن با نرم افزارهای دیگر رو هم داره. فرضاً نرم افزار مطلب، نرم افزار کتیا و نرم افزارهای دیگه که شما کافیه با اون پسوندی که اون نرم افزار میتونه اون پسوند رو ساپورت بکنه، با اون پسوند بیاید اون فایلتون رو ذخیره بکنید. این راجع به سالید ورک و خدمتون نشون بدم که اصلا چی هستش، به چه صورت هستش. صبر میکنم که نرم افزار باز بشه. بسیار خوب. وقتی که شما نرم افزار رو باز بکنید، البته جلسات آینده اینها رو من کاملا بهتون آموزش دادم که به چه صورت هست. وقتی که این نرم افزار رو بازش بکنید با همچین صفحه شما مواجه میشین. این صفحه اولیه‌اش هست که هیچ اهمیتی نداره. وقتی که شما میخواید یک فایل رو بیاید ایجاد بکنید، 3 تا گزینه برای شما نشون داده میشه. گزینه پارت رو داریم، اسمبلی رو داریم، دراوینگ رو داریم. ببینید پارت، شما میاد قطعاتتون رو داخل محیط پارت میاد طراحی میکنید، داخل اسمبلی میاد مونتاژشون میکنید و دراوینگ هم میاد ازش نقشه میگیره. اگر خوب دقت بکنید این گزینه‌ها خودشون دارن نشون میدن که چه کاری رو انجام میدن. ببینید پارت یک جسم رو داره نشون میده، اسمبلی یک جسم آبی رنگ رو اومده به یک جسم سفید رنگ مونتاژش کرده، اینجا داره نشون میده که مربوط به چی هستش. و دراوینگ هم اومده نقشه گرفته، ببینید نقشه دو بعدی ازشون گرفته. در ابتدا ما محیط پارت رو داریم. من وارد محیط پارت بشم. اول از هر چیزی ما نوار ابزار اسکچ رو داریم که هر کدوم از این ابزارها کاربرد خاص به خودشون رو دارن. فرضاً لاین رو داریم برای ایجاد خطوط هست، دایره رو داریم برای ایجاد دوایر هست، چارزلی رو داریم و دستور اسلات رو داریم و مابقی ابزارها که هر کدومش کار خاص به خودش رو انجام میده. در ابتدا ما اسکچ رو با هم دیگه کار میکنیم. بعد از اینکه اومدیم اسکچ رو کار کردیم، میایم اون طرح دو بعدیمون رو تبدیلش میکنیم به سه بعدی با استفاده از ابزارهای نوار ابزار فیچر که اینجا هست و سورفیس برای ایجاد صفحات، مولتوز رو داریم برای طراحی قالب هستش و
شیت متال رو داریم، اینجا برای ورق کاری هست شیت متال، و ولمنت رو داریم برای سازه ها و جوشکاری هست که بیشتر از این نوار ابزار برای طراحی سازه ها استفاده میشه. اینها رو جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. هر کدوم از این نوار ابزارهایی که شما میبینید، ببینید فیچر، سورفیس، شیت متال، ولمنت، مولتوز، 1 2 3 4 5 تا نوار ابزار طراحی داریم که همه ابزارهاش رو با هم دیگه کار میکنیم و بعد از اینکه ابزارها رو کار کردیم مثالها رو با هم دیگه طراحی میکنیم و بعد از اینکه مثالها رو اومدیم طراحی کردیم، اگر تمرینی داده باشم اون تمرینها رو طراحی میکنید و بعد از اون هم پروژه مربوط به اون نوار ابزار رو میایم با هم دیگه طراحی میکنیم و بعد از اون وارد فصل بعدی میشیم و نوار ابزار دیگه و پروژه مربوط به خودش. این راجع به این و پروژه انجین V6 هم من خدمتتون عرض بکنم که به چه صورت هست. پروژه انجین V6 انجین که موتور هست، V به خاطر شکل V شکل انجین هست. اگر من انجین رو باز بکنم ببینید وی شکلش، وی به خاطر وی شکل بودن سیلندر هست و 6 هم به خاطر 6 سیلندر بودنش هست که در هر کدوم از این سیلندرها پیستون قرار میگیرن و قسمت پایینی هم شفت یا همون میلنگ قرار میگیرن. این راجع به این و قطعات رو من خدمتون نشون بدم. ایر فیلتر رو داریم، ایر توربو رو داریم، کمشفت بوشینگ رو داریم، کمشفت گیر رو داریم، کمشفت ریتینر رو داریم برای ثابت نگه داشتن کمشفت یا همون میل بادامک هست، کانکتینگ رود کپ هست که انتهای چیز ما قرار میگیره، انتهای شاتون ما قرار میگیره و کرنکشافت بوشینگ رو داریم، بوش مربوط به میلنگ هست، چرخدنده رو داریم، چرخدنده مربوط به میلنگ هست، اینم چرخدنده مربوط به میل بادامک هست، میلنگ رو داریم و سیلندر رو داریم، سر سیلندر رو داریم، سیلندر رو داریم و منیفود رو داریم، منیفود خروجی رو داریم، فرانت کاور جلوی سیلندر رو داریم و پیچ که این پیچ رو از کتابخونه سالید ورک میایم فراخوانی میکنیم که نحوه فراخوانیش هم من بهتون نشون میدم، بهتون آموزش میدم که به چه صورت هست. این تک منیفود رو داریم، منیفود ورودی رو داریم و اویل پن رو داریم، پن زیر سیلندر هست، محفظه روغن و پیستون پین رو داریم، پیستون رینگ رو داریم، پیستون رو داریم، روکر آرم پین رو داریم و روکر آرم پین شماره 1 و شماره 2، روکر آرم رول رو داریم و روکر آرم، والو اسپرینگ، والو یا سوپاپ و این هم والو کاور هست، کاور مربوط به سوپاپ ها. این راجع به این و بعد از اینکه اومدیم قطعات رو تک به تک طراحی کردیم. درسته قطعات یک مقدار زیاد هستن اما طراحیشون توی چند ساعت بیشتر وقت نمیبره. این نیست که حالا 1 سال وقت بذاری که این قطعات رو طراحی بکنی، نه اینجوری نیست، خیلی راحت و خیلی زود میتونیم قطعات رو طراحی بکنیم. قطعات رو اومدیم طراحی کردیم، میام اونها رو مونتاژشون میکنیم و بعد از اینکه مونتاژ کردیم میام از اونها نقشه میگیریم. مونتاژ شدهش رو من خدمتتون نشون بدم. فرضاً من میام مونتاژ پیستون، قطعات مربوط به پیستون رو من بهتون نشون میدم که به چه صورت هست. این پیستون هستش. اون قابلیتی که من گفتم ریل ویو گرافیک رو من اینجا بهتر میتونم نشون بدم. ببینید الان شکل یک مقدار گرافیکش، این گرافیک اسمبل شده من پایینتر اومد. وقتی که من این رو فعالش بکنم این شکل واقعی رو به خودش میگیره. این قطعات متصل به پیستون هستش
و قطعات متصل به سیلندر و انجین رو با هم دیگه میایم مونتاژشون میکنیم. این راجع به این قطعات اسمبل شده شون و بعد از اینکه اومدیم اونها رو اسمبلشون کردیم میام از قطعات نقشه میگیریم. من یک نقشه دیگر رو نشونتون بدم. سیلندر رو من بیارم. بسیار خوب، الان وارد محیط دراوینگ شد. ببینید الان من داخل محیط دراوینگ هستم. این نقشه‌ای که من از چیز گرفتم، از سیلندرم گرفتم. این محیط نقشه کشی هم نقشه گرفتن از قطعات رو هم با هم دیگه کار میکنیم. پس در ابتدا محیط پارت رو داریم، بعدش اسمبلی رو داریم و بعد از اون هم محیط دراوینگ داریم. پس با قطعات پروژه انجین V6 آشنا شدید و با نحوه تدریس هم آشنا شدید. دوباره من تکرار میکنم. در ابتدا ما اسکچ رو داریم، طراحی دو بعدی، و بعد از اون فیچر رو داریم. داخل اسکچ من مثال هایی رو براتون در نظر گرفتم، اونها رو میام با هم دیگه طراحی میکنیم. تمرینی رو مربوط به اون نوار ابزاری که براتون در نظر گرفتم، حالا مثلا اسکچ، تمرین‌های مربوط به خودش رو من براتون گذاشتم داخل هر پارت. البته داخل تمام پارت ها نیستن، داخل پارت مربوط به خودش. و بعد از اون وارد فیچر میشیم، بعد از اسکچ وارد فیچر میشیم و بعد از اون سورفیس رو داریم، نوار ابزار سورفیس، و بعد از اون هم نوار ابزارهای دیگر رو داریم، شیت متال، ولمنت، مولتوز و نوار ابزار دیگه. خب این راجع به این من بررسی بکنم ببینم چه نکته‌ای رو من خدمتتون عرض نکردم. خب شیوه تدریس رو من خدمتتون گفتم. پیش نیازهایی که شما لازم دارید برای شروع، هیچ پیش نیازی شما لازم ندارید. نرم افزار رو میایم دانلود میکنیم. بعد از اون که دانلود کردیم میایم فایل ها رو اکسترکتش میکنیم. بعد از اینکه اکسترکت کردیم اونها رو نرم افزار رو میایم نصبش میکنیم. بعد از اینکه اکسترکت شدهش رو یک جا قرار دادیم و شروع میکنیم به کار کردن. پس اگر تا الان کار نکردید، حتی نرم افزار رو هم بازش نکردید، هیچ نگران نباشید، چون از 0 تا 100 رو با هم دیگه کار میکنیم. پس اصلا نگران نباشید و هیچ پیش نیازی هم لازم ندارید، چون از صفرش من بهتون آموزش میدم که به چه صورت هست. جلسه آینده نرم افزار سالید ورک رو دانلود میکنیم. ریل هکش رو من قبلا داخل یکی از این سایت های خارجی برداشتم که داخل اون سایت دیگه نیستش. این ریل هکش رو من داخل قسمت بعدی براتون میذارم. از اون ریل هک استفاده بکنی. ریل هک همون قابلیت ریل ویو گرافیک، همون واقعی شدن رو به سالید ورک اضافه میکنه. پس این رو من براتون میذارم. بعد از اینکه دانلود کردیم نرم افزار رو، میایم نرم افزار رو نصبش میکنیم و بعد از اینکه نصب کردیم فعالش میکنیم. کرکش رو شما باید بیاید نصب بکنید. تا کرک رو نصب نکنید نرم افزار باز نمیشه. در اصل شما باید نرم افزار رو خریداری بکنید. پس میایم اون رو هم فعالش میکنیم و بعد از اینکه فعالش کردیم ریل هک رو هم نصب میکنیم برای گرافیک. و بعد از اون هم یک استاندارد هم در ابتدا من بهتون آموزش میدم که اون رو حتما باید دقت بکنید. اون گزینه‌ای که من خدمتتون عرض میکنم، اون استاندارد ISO، اون رو باید انتخاب بکنید. اگر استاندارد دیگر رو هم انتخاب کردید مجبور میشید که نرم افزارتون رو بیاید کاملا حذفش بکنید. این رو من داخل جلسه آینده بهتون توضیح خواهم داد که به چه صورت هستش. بسیار خوب، برای این جلسه کافیه. جلسه آینده میایم نرم افزار رو دانلود میکنیم و بعد از اون نصبش میکنیم. خسته نباشید.